خب سلام بچه‌ها، چطورین؟ میگه اومدیم برای ترجمه ماموریت های 117 میتیک و حالا اون دوتاگان دیگه. اوکی، حالا خیلی موندن توش ببینن چجوری باید بگیریم چجوری نباید بگیریم. خیلی از یوتیوبرها معروف گذاشتن ولی این ماموریتاش یکم سخته. حالا من ماموریتاش براتون ترجمه میکنم. این اولیه که این که دارم دستم میزنم روش، این 900 یه بار میاد. حالا بقیه سه تاش هم بعد 3 مچ بازی کنیم که بیاد. اوکی، این از این 3 مچ مولتی بتل هر کدوم بازی کنیم. هفته اول میبینید من همه ماموریتاشو انجام دادم. ماموریت اول میگه که باید یه روز لوگین کنید، یه روز بیاین تو اکانتتون بازی کنید و حالا اینا بازی هم نکنید. اوکی. دو میگه 3 روز میاین، حالا پشت سرم غیر پشت سرم هیچ فرقی نداره، میاین 3 روز این میده بهتون. سومی میگه 5 تا رنک مولتی پلی میدین، اینکه خیلی راحته. چهارمی میگه توی بتل 600 متر را بریم، اینم که همه معمولا انجام میدیم معمولا. ایردراپ بعدی میگه که ایردراپ 5 بار بزنی، حالا ایردراپ گان یا ایردراپ مثلا اون سبزه رو توی بتل بزنی، حالا فرق نداره. ششمی میگه 8 بار مچ مولتی یا بتل با نایف فلی بدی، یعنی مثلا برید مثلا یه نایف بزنی، نه که مثلا دوباره بیای بیرون دوباره بری، نه 8 تا مچ مولتی یا بتل میری. حالا مولتی راحت‌تره دیگه، ما نایف باشه دستت دیگه. اوکیه. بعدی و آخری هم میگه که 2000 تا دمیج وارد میکنی با یه اسولت رایفل، یعنی با گان رایفل مثل AK47 AK117 اینا، چه تو بتل چه تو مولتی 2000 تا دمیج، این که اوکی دیگه. حالا هفته بعدی هم هنو باز نشده، میریم بعدی ها. اولی که این لوگین میکنی روزانه بهتون از این چیزا میده، مثلا روز اول روز دوم سوم 3 تا میده و اینجا میتونی باهاش از این باکس ها بخری که x میده. بعدیش هم که باید کمیک بخونی، اینا مهم نی برای چیز، فقط از این سی پی ها میده و اینا. حالا کمیک چیه؟ میای اینجا از این داستانایی که این داره رو اینجا میزنی توش. حالا بیاد این نت ما یاری کنه. خب اینجا میزنی، بعد اوکی برمیگردی دوباره میبینی که اینجا داد بهتون. حالا بقیه‌اش هم بعدا میاد، اینا مهم نیست زیاد برای که ساده بوده. می بعدی اینم که چی این خیلی سخته. خب اولیش میرید توی چیز، توی مولتی. خب اینجا، خب توی لودوت میرید، توی اسکور استریکا این پایین. خب اینجا چاپر رو باید پیدا کنید. چاپر اینه دیگه چاپر. خب بعد این کموشو بخرید، این چاپر معمولی ماه، این کموشو باید از توی فروشگاه همونجا بخرید. اینو بخرید مثلا اوکی میکنیم، بعد مچ پلی میدین. حالا مچ رنک نمیشه، مچ پلی میدین اوکی میشه. بعد مثلا انقدر کیل پشت سرم بزنید تا این باز شه توی مچتون، تا این باز شه بعد بزنید اوکی میشه 3 بار. اوکی 3 بار. حالا کجا بخریم؟ از تو همینجا میشه دیگه، میای اینجا اینو میزنی اکسچنج و این پایین این وسط اینا اینجا میخرید. با معمولیش نمیشه. آره من امتحان کردم نشد. خب کجا بودیم؟ اینجا. این اولیش گفته 3 بار انجام میدیم، من 2 بارش انجام دادم. بعدیش نوشته 25 تا کیل با تریل لودوت میگید. لودوت کدوم؟ هم لودوت صفرتون، لودوت زرد رنگه، همتون میدونید دیگه اینا. این لودوت 25 تا کیل میگیرید. حالا من اشتیار گذاشتم، هرچی میتونید بذارید 25 تا کیل. خب بعدی کجا بودیم؟ اینجا. آخریش هم که میگه 15 تا کیل با یه اسکور استریک بگیر، همون مثل چاپره. برو حالا با هر چی که میخوای، با هر اسکور استریک میخوای، با آتیش با هر چی. حالا بعدی با این XM4 جدیده گان جدیده باید پلی بدی. اولیش چی میگه اولیش باید 5 تا کیل بزنی. خب با XM4 توی بتل رویال با 4 تا اتچمنت، یعنی باید 4 تا اتچمنت داشته باشه، 5 تا نمیشه توی بتل رویال. بعدی میگه کیل 20 انمی این هدشات داره، میگه 20 تا انمی هدشات میکنی بالا با هر اسول رایفلی که خواستی، که چرا 717 هرچی. بعدی میگه 30 تا کیل میگیری با هر اسول رایفل توی هر مودی بخوای توی مولتی.
آخری هم میگه earn the breaker made 2 times in MP match. حالا میگه 2 تا MP match پلی میدی و مدالشو میگیری دیگه. 2 تا MP match پلی میدی. حالا با ارگانی که خواستی. بعدیش هم که برای بتله، اولیش اینه که 10 تا گرینت بندازی، 10 تا نید، همون نید خودمون، هر جایی که بندازی فرق نداره. بعدیش میگه 1500 تا گلوله میندازی. بعدیش میگه 6 بار دفندر استفاده میکنی. حالا چه فرقی نداره، برید تو بتل 6 بار دفندر پر شد بزنید، بعد بیا بیرون، اوکی میشه. آخریش هم 6 بار دسپرادو، همون کلاس دسپرادو توی بتل. و بعدی این مود مولتیه. خب بتل تانک بتل نیست، بتل تانک مولتیه. اوکی، میرید تو مولتی، مودش هستی، میزنید تو مود. اینا بذار براتون نشون بدم، حالا گیج نشین. میرید اینجا، اینا این مودش، این. خب حالا برمیگردیم اینجا میگه 1000 متر ترول میکنی، یعنی سفر میکنی. سفر که نه، حالا راه میری دیگه. 1000 متر مثلا میری با این تانک تو اونجا تو اون مپش. بعد میگه 5000 تا دمیج میدی به تانک حریف. بعد میگه کالکت 15 بافز. میگه ببین اونجا که میری تو اون مچه چیزایی رو زمینه که باید بگیریشون، اون کالکشناه، بعد اونا رو بگیرین و 15 تا باشه. آخرش هم اینه که 3 تا مچ وین کنی، تو 3 تا مچ همین بتل تانکو. آخرش هم که هیچی دیگه، تموم شد. اینم از ماموریت های اینکه 117 میتیک، خیلی راحته، حتما برید بگیرید. یه دونه دیگه هم اینجا بود، کجا بود؟ اینجا هم هست. این ماموریتاشو انجام بدید، از این چیزا بهتون میده، از این توکنا بهتون میده. حالا ماموریتاشو اینجا نوشته دیگه، میذارید تو این ماموریتاشو انجام میده دیگه. حالا راحته دیگه، هر وقت ماموریتاش فرق کنه. بعد دیگه راهی برای به دست آوردنش اینجا میتونید اکسچنج کنید و دیگه اینجا هم که پلی بدین میگیره. یه راه دیگه هم هست، بتل پس بخرین به همین راحتی. توش از این چیزا 18 تا از این جواب بهتون میده. نخریدم 8 تا میده. آره همین دیگه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. یه لایک بکنید، یه حمایت از ما بکنید و برید که 117 رو بگیرید. دمتون گرم، عشق منید. فعلا